سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل آذرش پلاس. من پوری ام پیچ هستم و امروز قراره یه توضیح مختصری درباره کوین دی بروینه بدم. اگر ویدیو خوش اومد لایکتون نره، سابسکرایب هم بکنید، کامنت هم بذارید، ایده‌هاتون رو زیر بگید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. کوین دی بروینه توی شهر درونگن بلژیک به دنیا آمد. از زمانی که فقط یه بچه کوچیک بود عاشق فوتبال بود و علاقه‌اش به این ورزش اونقدر شدید بود که از همون بچگی به تمرینات حرفه‌ای روی آورد و توی خیابون با بچه‌های محل فوتبال بازی می‌کرد. از کودکی تا بزرگسالی کوین دی بروینه پرفراز و نشیب بوده، از روزهایی که تو تیم‌های پایه بازی می‌کرد تا وقتی که به یکی از بهترین بازیکن‌های جهان تبدیل شد. او اولین بار توی سن 6 سالگی وارد تیم‌های محلی شد و با سخت‌کوشی و تلاش خودش خیلی زود توجه تیم‌های بزرگتر رو به خودش جلب کرد. بعد از پیشرفت سریع تو رده‌های سنی در نهایت به باشگاه خنک رفت و اونجا بود که به استعدادش بیشتر از قبل به چشم اومد. حضور کوین دی بروینه تو تیم خنک یه سکوی پرتاب براش شد. توی زندگی نامه کوین دی بروینه اومده که بعد از بازی درخشانی که توی خنک به نمایش گذاشت، خیلی از تیم‌های اروپایی براش پیشنهاد بازی تو تیمشون رو فرستادن و در نهایت به چلسی رفت، اما اونجا فرصت زیادی برای بازی کردن پیدا نکرد. بعد از تجربه کوتاه و نه چندان موفقش توی چلسی، دی بروینه به وولفسبورگ آلمان رفت. اونجا بود که بازیش واقعا جا افتاد و یکی از بهترین‌های بوندسلیگا تبدیل شد. در نهایت منچستر سیتی تصمیم گرفت برای جذب این ستاره بلژیکی مبلغ خیلی زیادی بپردازه و از اون زمان کوین دی بروینه توی ترکیب من سیتی میدرخشه. در تابستان 2015 کوین دی بروینه با رکورد 54 میلیون پوند به باشگاه منچستر سیتی پیوست. او از آن زمان تا کنون 4 عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس، 5 جام اتحادیه فوتبال انگلیس و 1 جام حذفی فوتبال انگلیس با این باشگاه به دست آورده. در سال 2017-18 کوین دی بروینه نقش مهمی در ثبت منچستر سیتی در تبدیل شدن به تنها تیم لیگ برتری که در یک فصل 100 امتیاز کسب کرده داشته است. در سال 2019-20 کوین دی بروینه رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل لیگ برتر انگلیس رو به نام خودش ثبت کرد و به عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلیس رسید. وی تاکنون 3 بار بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس شده است. وی یکی از اعضای تیم ملی بلژیک که هم در جام جهانی 2014 و هم جام ملت‌های اروپای 2016 به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد بوده است. او نماینده بلژیک در جام جهانی 2018 بود، جایی که بلژیک در مسابقه رده‌بندی در مقابل انگلیس پیروز شد و به مقام سومی جهان رسید. خب این بود یه داستان مختصر کوتاهی از زندگی کوین دی بروینه. حالا یه خورده جزئی‌تر از صحبت من خودم از کوین دی بروینه خیلی خوشم میاد. بازیکن فوق‌العاده ریزبینه، باهوش، پاسای فوق‌العاده‌ای میده و به همین دلیلم بود که وقتی که توی چلسی بود و با مورینیو به مشکل برخورد و اون ردش کرد، قرضی اومد توی وندر برمن آلمان و اونجا موفق و عملکردش عالی بود که وولفسبورگ جذبش میکنه. توی وولفسبورگ انقدر نمایش خوبی از خودش به جا میذاره که بهترین بازیکن بوندسلیگا میشه و بعد از اون منچستر سیتی علاقه نشون میده و اونو جذبش میکنه و میاد زیر دست گواردیولا. زیر دست گواردیولا خیلی تبدیل میشه یکی از بهترین هافبک‌های جهان توی چند سال پی و حتی الان هم جزو یکی از بهترین هاست، با اینکه خیلی هافبک جدید داره میدن ولی هنوز هم جزو بهترین هافبک‌های حال حاضر جهانه. شاید اصلا که دی بروینه خیلی بازیکن خوبیه، شاید هم به همین دلیله که خیلی پپ گواردیولا به دی بروینه تکیه میکنه توی برخی از تاکتیکاش. توی زمانهای زیادی پشت آگوئرو بازی کرده، خیلی پاسای جالبی میداده و پاس گل خیلی میده. موفق گلزنی نیست که بگی اونقدر گل میزنه، ولی با گل هم گل میزنه هم پاس گل میده. هافبک خیلی خوبیه. پشت سر آگوئرو واقعا معجزه آسا بود، ترکیب واقعا خفنی درست کردن، با اینکه UCL نگرفتن ولی واقعا فوق العاده بودن. توی سال 2023 پشت سر ایرلینگ هالند انقدر خوب بازی میکنه، درست سنش بالا ولی همون موقع بتونه با همون ایرلینگ هالند یه UCL رو بگیرن. سال 2023 اولین لیگ قهرمانان من سیتی رو به سیتی هدیه کنن و همین بازیکنایی که کارو برای سیتی در میاره، همین موقعی که سیتی نتیجه نمیگیره و هی داره میبازه بازیاشو به تیمای ضعیف قوی، همین بازیکنایی که همون یه ریزه کارم در میارن. اگه اونا نباشن
سیتی همین نتایج ضعیف هم نمیتونه بگیره، حتی داغونتر هم میشه. و حالا بگم باز هم به نظرم جا داره کوین دی بروینه باز هم بازی کنه. درسته الان حدود 34 سال سن داره، ولی باز هم جا داره که بازی کنه. حداقل 1-2 سال دیگه تا 35 سالگی. از اون به بعد از سیتی به احتمال زیاد جدا میشه. بازیکن فوق‌العاده‌ایه. حالا معلوم نیست تا اون موقع گواردیولا سیتی بمونه یا نه، با این رخدادی که انجام داده بعد دید چی میشه. ولی در کل خیلی فوق‌العاده است. شاید هیچ وقت یکی مثل دی بروینه پیدا نشه. فوق‌العاده است این بازیکن. پاساش فوق‌العاده است، پشت مهاجم عالی بازی میکنه. حتی با اینکه سنش الانم بالاست، هنوزم بازیکن فوق‌العاده‌ایه. واقعا فوق‌العاده است. چند بار گفتم، خیلی گفتم فوق‌العاده است و واقعا هم اغراق نمیکنه. خیلی خوبه. حرف دیگه نمیمونه. خب بچه‌ها، رسیدیم به آخر ویدیو. خودم از کوین دی بروینه خیلی خوشم میاد. بازیکنیه که واقعا تلاشش قابل تحسینه. جدا از این، اگر ویدیو خوشتون اومد لایک یادتون نره، سابسکرایب هم حتما بکنید، کامنت هم یادتون نره. حرف دیگه ای ندارم. See you next time.